هزارها مسلمان فراری قوم روهینجا از جمله افراد تیر خورده و کودکان نوزاد که از خشونت‌های اخیر رو به گریز آوردند از میانمار به خاک بنگلادش عبور کردند. سر از آغاز ناآرامی‌های اخیر در شمال میانمار نزدیک به 150,000 مسلمان در جستجوی پناهگاه به بنگلادش رفت. در بنگلادش به آنها کمک اولیه طبی رسانیده می شود. سربازی ارتش میخواست مرا به قتل رساند ولی تیر سلاحش تمام شده بود. او با قنداق سلاحش دستم را شکست. ما از مرز گذشتیم. مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تا اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند. خبرگزاری رویترز نتوانسته است واقعیت نقل این پناهندگان را تصدیق یا رد کند، زیرا سر از ماه اکتبر سال 2016 مقامات میانمار رفت آمد به ولایت راخین را محدود کردند. در غرب میانمار بر اثر درگیری‌ها میان ارتش و پلیس و نمایندگان اقلیت روهینجا که اکثرا مسلمان میباشند در یک هفته اخیر بیش از 400 نفر کشته شد. اینچنین ده ها هزار نفر در این مدت به کشوری همجوار بنگلادش مسلمان نشین پناه بردند یا در جزیره های خلیج بنگال در ساحل های رودخانه تروپیکی نزدیک مرز دو کشور پناه بردند. دو طفل نوزاد که یک هفته پیش به دنیا آمدند با موج فراریان به پناهگاه کوتوپولانگ بنگلادش رسیدند. رسانه‌های دولتی میانمار ادعا دارند که کشور با تروریستان دست به گریبان بوده، آشوبگران روهینجا دهات را آتش زده گویا پیروان همه دین و مذهب را مورد حمله قرار می‌دهند. میانمار 1,100,000 مسلمان روهینجا را همچون شهروند اعتراف نمی‌کند و آنها را مهاجری غیرقانونی می‌شمارد.